سلام، وقت بخیر. امیدوارم که درس جلسه پیشو خیلی خوب و با دقت گوش کرده باشین، انجامش داده باشین، یاد گرفته باشین تا امروز بتونیم خیلی راحت بریم سراغ درس پی سی بی. طبق معمول آلتیوم رو باز میکنیم. خب بچه، فقط این تیکر رو حتما دقت کنید، واسه من این ارور رو میده، نگران نباشه، شاید واسه شما اصلا نده این ارور رو. شما باید تیکه تیکه این کارا رو انجام بدید. هر چقدر این فیلمش رو نگاه کنید به دردتون نمیخوره. این فیلم رو نگه دارید، وایسید موقعی نگاه کنید که آلتیومتون نصبه، تیکه تیکه نگاه کنید، انجام بدید. یه قاعده هم از الان دیگه رعایت میکنیم. جلسه پیش 25 دقیقه شد چون من داشتم یه سری مقدمات میگفتم و بعد از این مقدمات سریعتر عبور میکردیم. اما این جلسه دیگه از اون خبرها نیست. این جلسه چیکار میکنیم؟ بلافاصله میریم سراغ پی سی بی و اینکه سعی میکنیم تو 1 رو 20 دقیقه سریع جمع شه. جلسات کوچک 1 رو 20 دقیقه‌ای که بتونین راحت به اون مطلبی که میخواین دسترسی داشته باشیم. خب ما جلسه پیش، الان من آلتیمو که باز میکنم دیفالت این پروژه‌ای که قبلا ساخته بودم میاد. حالا من اصلا میبندمش که شما اگه احیانا مثلا شما دسترسی نداشتین ببینیم که چی کار باید بکنیم. فایل اوپن از توی مثلا من روی دسکتاپ آلتیوم دیزاینر پروژکت این قسمت امیزینگ پروژکت رو ساخته بودیم و بازش میکنیم. باز که کنید دوره همون رو باز میشه. خب یه ریویو کنیم. چی شد؟ یه دونه باتری گذاشته بودیم، یه دونه مقاومت گذاشته بودیم، یه دونه LED گذاشته بودیم، نقاشیشو کشیده بودیم. حالا از نقاشی میخواستیم بریم دو سراغ دنیای پی سی بی، ببینیم این نقاشی تو دنیای پی سی بی چه معنی میده، اصلا پی سی بیش یعنی چی. خب میام اینجا روی خود پروژه کلیک راست میکنم، کلیک راست add new to project. این دفعه به جای شماتیک یه دونه پی سی بی اد میکنم به فایلم. خب یه پی سی بی اد شد به این شیوه. همونطور که گفتم مثلا با کنترل و کلیک راست زوم بک میکنم، زوم این میکنم و هیچ اتفاق خاص نفته. یه صفحه مشکی رنگی برام گذاشته که من نمیدونم این چیه. بریم ببینیم چیه. فعلا از من قبول کنید، تو ادامه میفهمین دقیقاً چیه. فعلا از من قبول کنید. اولا که ببینید قرمز شده، میخوام سیوش کنیم. بذارید من سیوش کنم. اول اسم پی سی بیمو چیکار میکنم؟ مثلا میذارم چی، مثلا AM مثلا پی سی بی، امیزینگ پی سی بی مثلا. خب سیوش میکنم. خب حالا پی سی بی من الان سیو شده. چی داریم؟ این شماتیک اینجا داریم. این شماتیک ها رو میخوام ببرم تو دنیای پی سی بی. چی کار میتونم بکنم؟ کپی پیست و اینا جواب نمیده. بعد برم سراغ دیزاین، آپدیت پی سی بی داکیومنت و از همین منو که اینجا هست ولیدیت بزنم، به هم میگه که چه کاری میتونه انجام بده. اگه اکزیکیوت بزنم اون کار انجام میشه. الان اگه نگاه کنم این پایین رو میبینین اومده 3 تا پارامتر برام اضافه کرده این شکلی. خب بیاید اسم این پارامترها رو اول بفهمیم چی هستن. الان اینجا رو ببینید تو صفحه مشکی باز بیشتر معلوم میشه. ما تو دنیای پی سی بی به این قطعات، به این تصاویری که اینجا میبینید میگیم فوتپرینت. فوتپرینت یعنی چی؟ یعنی رد پا. چرا بهش میگیم رد پا؟ یه قطعه رو که میخوایم روی بورد بذاریم، فکر کنید یه قطعه ایستاده است که رو بورد میذاریم. چیش روی زمین میفته؟ رد پاش رو زمین میفته. خب پس ما به این چیزی که میاد تو دنیای پی سی بی میگیم رد پا یا همون فوتپرینت. خب حالا الان نگاه کنید، من یه مقاومت گذاشتم اینجا. این مقاومت رو ببینید، مقاومت R1 مونه. اگه من برم داخل دنیای شماتیک میبینیم که R1 یه مقاومت بود اون شکلی که میشناختیم، ولی وقتی میام تو دنیای پی سی بی یه مستطیله با دوتا از این دایره ها. دو تا دایره ها چیه؟ اون دو تا دایره ها دو تا سوراخایی هستن که اون مقاومت قراره بره داخلش، یعنی مقاومت قراره اینجا قرار بگیره. یا مثلا LED، اون LED ها رو نمیم دیدین یا نه. یه سری LED اینجوری بذاریم، شاید عکسش واسهتون میذارم. بذاریم مثلا اینجا بزنم مثلا LED دیپ. از این LED ها منظورمونه. از این LED ها حتما دیدینشون، خیلی جا استفاده میشن تو برده الکترونیکی، مخصوصا زیاد استفاده میشن. این از این LED هست. این فوتپرینت همچین LED هاییه. خلاص این LED رو میبینیم اومده شبیه اون LED ها کشیددش. دوست داشته این شکلی بکشدش. فوتپرینتش به نظرش این شکلی بوده. یا مثلا ما برای اون کانکتور اون باتریمون صرفا دو تا سوراخ بغل همه، خیلی شکل خاصی نداره. میتونیم چیزای شکل دیگه هم بکشیم که تو این درس آموزش میبینیم، ولی فعلا میخوایم خیلی مبتدی اینایی که وارد شده اینجا رو بیاریم.
خب دیگه چه ویژگی داره؟ دیگه ویژگی دیگه ای که داره اینه که این خطا رو نگاه کنین، یه خطی بینشه. گفته این دوه باید به این دوه وصل شه، این یکه باید به این یکه وصل شه، یا مثلا این دوه باید به این وصل شه. این خطر رو میبینید بینش. اگه کنترل رو نگه دارید و روی اون پایه کلیک کنین، خب حتی میاد یکی بقیه رو کم رنگ تر میکنه، اینو پر رنگ تر. بذارید من یکم کم رنگ ترش هم کنم ببینید. میبینید این کار چجوری دارم انجام میدم؟ این سایه زدن و اینکه اونی که سلکت کردم و پر رنگ تر نشون بده. یه دونه کروشه باز دارید رو کیبوردتون، یه دونه کروشه بسته. عموما این بغل اینترتونه. لازم با چیزی بگیرید، همینجوری دکمهش رو که بزنین، کروشه باز رو بزنین، نور تصویر پس زمینه کم میشه. اون یکی رو بزنین، یعنی کروشه بسته رو بزنین، نور تصویر پس زمینتون زیاد میشه. خلاصه که میرسید به یه همچین چیزی که مثلا به شما گفته این پایه باید به این پایه وصل شه، این پایه باید به این پایه وصل شه، این پایه باید به این پایه وصل شه. از اونجایی که ما بودمون الان آموزشی و میخوایم آموزش ببینید که دارید چی کار میکنید، سعی میکنیم این قیافه رو شبیه همین شماتیکی که کشیده بودیم بکشیم. خب من فقط واسه اینکه باز مثلا قشنگ ترم بشه با کنترل اینو جدا میکنم، میچرخونمش اینجا میذارم، اینو دیلیت میکنم، اینم دیلیت میکنم، اینو میارم پایین به اینجا وصل میکنم، اینم میارم پایین به اینجا وصل میکنم. اوکی، که مثلا تو جهت‌های مختلف هم باشه بتونیم ببینیمش. دیزاین آپدیت تو پی سی بی دوباره میکنم که گفت هیچ آپدیتی وجود نداره، همه کارا چون همون ترک‌ها رو رسما دوباره وصل کردم. خب بریم وارد این دنیای پی سی بی شیم. من گفتم این باتریمو گذاشته بودم اینجا، این LED مو گذاشته بودم اینجا، این مقاومت هم گذاشته بودم اینجا. اگه اینجا رو نگاه کنین میبینین یه LED گذاشتم، یه مقاومت گذاشتم، یه باتری گذاشتم. سعی میکنم به همون شکلی بکشم، فقط واسه اینکه جنبه آموزشی داشته باشه، نه واسه اینکه مثلا میگم واجبه اینا، نه الان صرفا جنبه آموزشی میخوام بهتون بگم این مقاومت است، اون LED است، اینم باتریه. خب حالا قطعاتو گذاشتیم، حالا میخوایم بینشون کانکشن برقرار کنیم، میخوایم بینشون ترک بکشیم. ترک چیه؟ همون سیم هاییه که تو دنیای واقعی رو بردبورد شما روی اون قطعه مثلا واسه اینکه مقاومت رو به اون دیود وصل کنید یه سیم یا از اون پایه مقاومت استفاده میکنید. ترک قرار نقش اونو بازی کنه روی اون برده چاپ سبز یا چاپ حالا هر رنگی که هست روی اون پی سی بیاتون. برای این کار این بالا ما یه سری منو داریم توی دنیای پی سی بی. این منو رو تیکه تیکه باهاش آشنا میشیم. فعلا با چی کار داریم؟ اینجا یه دونه فلش روی یه دونه خط. خب اگه برید روش هم نوشته چی؟ نوشته interactively root connections. اینو روش کلیک میکنم من. خب و اینجا ترک رو میکشم، مثلا ببینید روش کلیک کردم، الان دیگه یه دونه، ببین الان اگه هیچی نداشته باشم روی این ترک کلیک کنم یه دونه به علاوه سبز برام میاد. این به علاوه سبز رو میزنم روی پایه اولم، مثلا کلیک میکنم خودش وقتی تکون بدم میبینم یه دونه ترک اضافه شده، یه چیز قرمز رنگ اضافه شده. اینو میام به این وصل میکنم. همین کار رو برای این پایینیه انجام میدم، همین کار رو برای این بالایی انجام میدم. خب پس به این ترتیب ما الان اون سه تا قطعه ای که داشتیم و بینشون اومدیم ترک کشیدیم، کار خاصی نکردیم. الان انگار بردمون آماده است، یعنی الان این چیزی که کشیدیم کاملا قابلیت اینو داره که شما بدینش چاپ و کار کنه براتون. به این باتری میاد مثبت منفی وصل میکنید و این طرف هم میاد همه اون اتفاقی که میاد اون LED رو واسهتون هر موقع که باتری بهش وصل کنید LED رو واسهتون روشن میکنه. خب اما این خب خیلی مبتدیه. بریم چیکار کنیم؟ بریم یه سری چیز میز یاد بگیریم. مثلا اول از همه به جای اینکه من بیام اینجوری همه چی رو سیم بکشم بگم وای مثلا این سیم فلان اینا، وقتی که شما یکم بردتون پیچیده تر بشه نمیتونید اینجوری خیلی راحت یه سیم رو بکشید بگید خب من همه چی رو به همه چی وصل میکنم. بعضی چیزها حتی توی مدار پیچیده ای هستن، به چند تا چیز مختلف وصل میشن. برای اینکه این کارو نکنیم توی همون قسمت شماتیکی که هستیم، خب روی همون قسمت وایر که کلیک راست کنید، اونجایی که بود که وایر رو میکشیدیم کلیک راست که بکنید بهتون یه چند تا آپشن میده. میگه وایر میخوای، باس میخوای، باس انتری میخوای یا نت لیبل میخوای. ما فعلا با وایر و نت لیبل تو شروع کار داریم. وایر رو که کشیدیم دیدید جلسه پیش همین که کشیدیم وایره. این دفعه ما نت لیبل استفاده کنیم. نت لیبل چیه؟
نت لیبل یه نوشته است، حالا هر رنگی که شما تنظیم کردید رو نرم افزارتون، ولی به صورت بای دیفالت همیشه این رنگیه. خب می‌بینید نت لیبل 1، نت لیبل 2، نت لیبل 3. من میتونم هر چقدر که دلم بخواد نت لیبل بذارم. از اون جالب‌تر میتونم روش دابل کلیک کنم، پراپرتیزش باز میشه، یا همینجوری روش بزنم برم تو پراپرتیزش. ببینید مثلا بزنم روش بره تو پراپرتیزش. بعد میتونم اسم براش بذارم. نت نیم رو مثلا بکنم چی؟ مثلا بکنم که مثلا بت مثلا نگاتیو، یا مثلا ان آندرلاین بت، نگاتیو بتم. کجا میذارمش؟ میذارمش روی نگاتیو بتم. یه دونه دیگه دارم پی آندرلاین بت، این پازیتیو بتمه. پازیتیو بتمو میذارم اینجا. دیگه چی دارم؟ دیگه مثلا یه قسمت هم اینجا دارم که مثلا وصل نیست. این نت لیبل رو اسمشو چی میذارم؟ اسمشو میذارم مثلا R2D، مثلا RTD میذارم اسمشو، هر اسمی که دلم بخواد میذارم. خب حالا اینجا رو نگاه کنید. من میام این LED رو جدا میکنم، LED رو میذارم اینجا، RTD میاد این بینش قرار میگیره. این مقاومت رو ور میدارم میذارم اینجا، میگم یه ور این مقاومت RTD بوده، میگم اون ور LED N بت بوده، میگم این ور مقاومتم P بت بوده. حالا اصلا من میتونم ترک‌ها رو دیگه پاک کنم. خب فقط واسه اینکه مطمئن بشم اینا به هم وصلن یا نه، اولا باید هر نتیو یا ازش یه ترکی بکشید به این نت، یا اینکه نتو بیارید بچسبونید به پایین به اون پایه. من نتو که چسبوندم الان چسبوندمش دیگه. حالا دفعه بعدی سلکتش کنم بخوام جابجاش کنم، خودش با ترکش جابجا میشه. الان این وصل نیست، اینو من وصلش میکنم اینجا، بعد که میکشمش نتش جابجا میشه. خب الان من بدون اینکه انگار سی میکشیده باشم، یعنی من همین اصلا اینا رو هم بیارم پایین، بدون که سی میکشیده باشم یه همچین مداری کشیدم، همون مدار قبلیمونه، گیج نشید، همونه. صرفا ما اومدیم گفتیم به خاطر اینکه راحت باشه نخوایم سیم رد کنیم، سیما از رو هم رد چن قراقاتی بشه، گفتیم میام اسم میذارم به جای سیما میام اسم میذارم. خب قبل از اینکه ما پی سی بیشو آپدیت کنیم بریم داخل این دنیا، اول ببینیم قبلا اسمش چی بوده. اینجا رو نگاه کنید، گفته نت LED 11. اسم این سیمه اگه من روش زوم کنم اسم سیم روش مینویسه نت LED 11. اگه این پایین زوم کنم نت بت 1، ببینین یه اسم همینجوری نت بت 1 گذاشته. اگه روی این زوم کنم نت بت 2. خب اما حالا با این کاری که کردم، اگه دوباره دیزاین آپدیت پی سی بی داکیومنت ولیدیت و اکزیکیوت کنم، این دفعه اسما تغییر کرد. چی شد؟ شد RTD P بت و N بت. همین، بسیار ساده و ایزی بیزی. خب نکته بعدی که میخوام بگم چیه؟ اینه که شما یه پی سی بی خیلی بزرگ کشیدین، بهتون گفتن که مثلا این LED روشن نمیشه. یه پی سی بی خیلی بزرگ دارین، پیدا کردن این LED تو اون شماتیکاتون که ببینین کجای شماتیک بود و بعد بخواید راجعش تصمیم بگیرین که چرا این LED روشن نمیشه، خیلی سخته. برای این کار چیکار میکنید؟ برای این کار یه شورتکاتی وجود داره. اینم بهتون میگم بچا، هر موقع که تصویرتون تیره روشنه و دیگه کاری باهاش ندارین، مثلا کاری با این ترکه ندارین، شیفت و سی رو که بزنین همه تصویرتون روشن میشه. خب حالا بر این مواقعی که مثلا شما میخواید ببینید این دیوده کجای بردتون بوده که برید مدارش رو ببینید چرا خراب شده، مثلا بفهمید که آها این مقاومت پشتش ممکن نخوره بشه، باتریش نخوره بشه که روشن نمیشه، شورتکاتش چیه؟ تی رو که میزنید این باز میشه و سی اینجا یه دونه رنگ سبز رنگ میشه. حالا اگه کنترل رو نگه دارید و رو هر قطعه که کلیک کنید میاد اون قطعه رو براتون روشن میکنه، روش زوم میکنه و بقیه قطعات رو بیخیالش میشه. این یعنی چی؟ یعنی به من راهنمایی که این LED که شما داری راجعش صحبت میکنی اینجای شماتیکته، من میتونم حالا اینجا دنبالش بگردم. دوباره اگه شیفت سی بزنم همشون پاک میشه. حالا فرض کنید که برعکس میخوایم باش کار کنیم، مثلا من میخوام ببینم این LED کجای پی سی میمونه، هم خود تی سی جواب میده، یعنی من دوباره تی سی کنترل و کلیک میکنم میاد اینجا دقیقاً میگه این LED ته. اتفاق دیگه چیه؟ میتونم فقط بیام مثلا این دوتا پارامتر رو من سلکت میکنم، وقتی میرم تو دنیای پی سی بی نه
این فعلا انجام نمیشه، بعدا تنظیمش میکنیم انجام میشه. خب فعلا تا همینجاشو داشته باشیم. پس این ور تو دنیای شماتیک ما اومدیم نت لیبل ها رو عوض کردیم، از اون ورم تونستیم از دنیای پی سی بی بیایم تو دنیای شماتیک و از شماتیک برگردیم تو دنیای پی سی بی. خب یه موضوع دیگه هم بهتون بگم، این چیزی که شما کشیدین میتونین یه سری استفاده دیگه هم ازش بکنین. اولا این ترکی که کشیدین، ترکر میبینین قرمز رنگه، اینا معنا داره. معناشو کجا نوشته؟ این پایین نوشته. هر رنگی یک معنایی داره. مثلا این دوستمون این LED یک رو نگاه کنید، زرده رنگ کلیش. چی گفته بهتون؟ گفته این تاپ اوورلیه. تاپ اوورلی چیه؟ روی اون پی سی بی ها رو یادتون بیارید یه چاپ مثلا سفید رنگی بعضی اوقات هست، یا چاپ رنگ دیگه هم میتونه باشه. مثلا من یه لحظه اینجا بزنم پی سی بی مثلا سامپلز، اگه اینترنت هم را یاری کنه. اینجا نگاه کنید، این یعنی یه دونه پی سی بیه که مثلا داخل گوگل بوده. روشو میبینید اینجوری خط سفید رنگه. این خط سفید رنگ همین تاپ اوورلیه که شما دارید میبینید. اوکی. خب حالا این قرمزا چیه؟ یه رنگ قرمز هم داریم میبینیم. این رنگ قرمز گفته تاپ لیر. تاپ لیر یعنی چی؟ ببینید وقتی شما پی سی بی میکشید میتونین یک لایه، دو لایه یا چند لایه طراحی کنید، بسته به نیازتونه که کم کم اینجا یاد میگیرید. فعلا این رو از من داشته باشین که اگه رنگی قرمزه یعنی روی برده، اگه رنگی آبیه یعنی زیر برده. اینم از من داشته باشید که اگه رنگی زرده یعنی روی برده، اگه رنگی یشمی طوره توی دیفالتاتون، بچه این همین رنگا رو میتونیم عوض کنیم، ولی اگه یشمی طوره یعنی زیر برده. ما الان یه مثالش رو اینجا میزنیم. من اینو برمی دارم خودم همینجا کپی میکنم، یه دونه دیگه هم از اینا میخوام بذارم اینجا، فرقش رو با هم دیگه ببینید. اسمش عوض شد اشکال نداره، فعلا کاریش نداره. خب روی این کلیک میکنم، میرم توی پراپرتیز. ببین هر کاری بخوام بکنین منوی پراپرتیز خیلی به درتون میخوره. روی این کلیک کردم، رفتم تو منوی پراپرتیزم، بهش گفتم تو تاپ لیر نباش، باتم لیر باش. وقتی بهش میگم باتم لیر باش دقت کنید چه اتفاقی افتاد. اولا حالا کاری نمی‌کنم که میرور میشه نسبت به مثلا آینه انگار این وسط گذاشتیم، ولی اتفاق اساسی که میفته چیه؟ اتفاق اساسی که میفته رنگش رو میبینین، رنگش یکم اون این رنگی شد، باتم لیر شد. خب این دوتا رو مثلا میام با هم دیگه اصلا پراپرتیز میزنم، باتم لیرش میکنم، کی به کیه. خب بحث دیگه این پایین، این ترک ها رو گفتیم که این ترک ها میتونه باتم لیر باشه. من ترک ها رو پاک میکنم یه بار، میخوام یه بار دیگه از اول بکشیم. این دفعه اینجا این آبیه رو انتخاب میکنم، درسته؟ باتم لیر رو انتخاب میکنم، ترک هم که ورم دارم از بعد باتم لیر میکشه. میبینین آبی کشید. خب حالا با توجه به این که من اینجا کپی پیست کردم، شما اینجا نمیتونید کانکشنش رو ببینین. فعلا من واسه که فقط میک سنس کنه براتون، اینجا اینو دیلیت میکنم، اینو واسهتون آبی میکشم. چون آلتیوم چی میگه؟ میگه که یا باید شماتیکتون با پی سی بیتون جور در بیاد، یا اگه داخل این دارید کپی پیست میکنید خودتون باید رولاشو تعیین کنید، خودتون باید بگید این پایه باید به کدوم پایه وصله. من نمیدونم، من فقط یه کپی پیست کردم. پس من این ستا رو فعلا پاک میکنم، کاری با اون ندارم. یه ترک رو از زیر کشیدم، درسته؟ و دیگه چی کار کردم دیگه؟ همین آها یه دونه از این قطعات هم بیاد زیر بذاریم ببینیم چی میشه. باتم لیر. خب میایم چیکار میکنیم؟ روش کلیک میکنیم، دابل کلیک، یا پراپرتیز رو باز میکنیم و باتم لیر رو میزنیم. اوکی. الان مدارمون چی شد؟ یه مقاومت که زیر برده، LED و باتری که روی برده و یک ترکی که زیر برده. تا اینجا که کسی مشکل نداره. خب حالا یه چیز دیگه هم بذاریم بهتون یاد بدم. همونجا که اومدین فرض کنید مثلا من اومدم تو صفحه جابجا شدم، مثلا نمیدونم کجام. خب گم کردم که اون پی سی بی که داشتم کشیدم کجا بوده. خب شورتکات V و سپس F اومد اینجا، میبینین؟ الان من دوباره جابجاش کنم V F برمیگرده سر جاش. اون مشکی، اون فضای شما رو برمیگرده تو اون فضای مشکیتون. خب اینم کلا گفتم که حالا یاد داشته باشین. خب پس حالا ما این فعلا اینو آوردیم توی این دنیا. چند تا شورتکات ریز بهتون آخر جلسه بگم و بعدش میریم بعدش دیگه اینجا جلسه رو متوقف میکنیم. تو جلسه بعد
شروع کنیم تکنیک‌های دیگر رو بهتون یاد دادن. خب اول اصلا این پایین رو نگاه کنید. مثلا من میام روی این تاپ لیر کلیک میکنم، اگه مثبت و یا منفی رو بزنم توی این منوها حرکت میکنم. میبینین؟ یعنی کافیه مثلا شما لازم نیست وقتی مثلا شما استخدام شدید یه شرکتی، خیلی زایه است من میخوام مثلا ترک قرمز بکشم بیام اینجا رو قرمز کلیک کنم. اون من اصلا با کیبورد انقدر راحت کار میکنید که نیازتون نمیشه، راحت مثبت منفی میزنید به اون لایه‌تون میرسید. الان مثلا مثبت بزنم این لایه شد آبی، الان من اگه ترک بکشم آبی میکشه. میبینین؟ خب این شد یه بحث جابجایی. یه چیز دیگه هم هست، این عددهایی که بالای کیبوردتون هست یه شورتکات براتون. اگه عدد 3 رو بزنین میاد اون پی سی بی سبزتون به صورت سه‌بعدی بهتون نشون میده. این یه درس جالبی داره، اینجا رو نگاه کنید. الان من اینو 3 رو زدم و این پی سی بی سبز رو به صورت سه‌بعدی بهم نشون داره میده. حالا کاری ندارم که این طراحیه که قبل سه‌بعدی باشه سه‌بعدیش نبوده در دسترس من، این تو لایبرری که من اد کردم این سه‌بعدیش نبوده. یه سری قطعه واسهتون میارم که سه‌بعدیش هم هست، کلی باش طراحی می‌کنیم و کلی حال می‌کنیم. فعلا اینجا رو داشته باشین که من 3 تا ترک کشیدم، 2 تا ترک رو بود و باتری و LED هم رو بود. مقاومت و اون ترک دیگه هم زیر بود. میبینید مقاومت ترک دیگه هم نیفتاده. حالا اینجا من یکم زوم کنم ببینید چه اتفاقی میفته. اگه وی بی بزنم، وی بی برد برام چرخون، دیدید فیلیپ شد؟ این فیلیپ برده. خب برد برام چرخون و بهم میگه پشت برد چیه؟ میگه پشت برد یه مقاومته و یک ترک. یعنی اینو که وقتی شما این فایلی که میفرستین به اونجایی که چاپ بشه اینجوری چاپ میشه، یه پی سی بی براتون چاپ میشه که روش این اتفاق افتاده، زیرش این اتفاق افتاده. خب من اگه بیام دوباره دو بعدیش کنم، وی بی بزنم چه اتفاقی میفته؟ میاد اونم دوباره میچرخونه به ظاهر، ولی شما چیزی که میبینید نمیفهمین روی این یا زیر. یعنی صرفا از روی فیلیپ بورد شدن رو از کجا میفهمین؟ که تاپ لیراتون نوشته هاش خیلی درسته، آر1 مثلا کاملا خونده میشه، ولی مثلا تاپ لیراتون داره برعکس خونده میشه، ولی باتم لیراتون داره درست خونده میشه. اگه من دوباره وی بی بزنم شرایط برعکس میشه، آر1 تون برعکس شد، LED تون مستقیم شد. فعلا همینقدر کافیه. اینو یه تمرین بکنید، سعی کنید اولین پی سی بی خودتون رو بسازید هر چقدر ساده. این پی سی بی هنوز خیلی کار داره، ما تیکه تیکه اینو میبریم گسترشش میدیم، مدارک خیلی جالبی پیاده سازی میکنیم. خیلی ممنون که توجه کردین به این کلاس. سعیتون رو بکنین که خودتون این کار رو انجام بدید. هر جای سوال داشتید من در خدمتم، بپرسید، راحت جوابتون رو میدم. و اینکه خواهشی که دارم اینه که هر جا از بحث من دارم بد توضیح میدم، خوب توضیح نمیدم، به هم بگید تا خودم اصلاح کنم، تا بتونه این درس واسهتون مثمر ثمر بشه. خیلی دیگه شاهنامه ای گفتم. فعلا خدا نگهدارتون.